رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردمه به دروغگویی متهم کردن، کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم میبینیم میدانیم که اینا خلاف واقعه. نتیجهش همین میشه، این تورم میشه و این وضعیت اقتصادی میشه که همه دادشون بالاست. تورم 25%. همین عدد تورمی رو که اینقدر دارن اصرار میکنن و پافشاری میکنن، الان که 15% میگن 25%. رو به پایین، الان زیر 15%یم، انشالله یک رقمی خواهیم شد. در سال 1984 که دولت جناب آقای احمدی نژاد اومده 14 بوده، سال 85 شده 11 و 9 حالا اگر نشون بدن، سال 86 این شده، بله این شده 18 و 14، سال 87 شده 25 و 14 با همون شاخص متوسط. ایشون عدد بیکاری با تورم رو جمع میکنن. خب تورم 25 شده که ما هم توضیح دادیم و الان هم رو به پایین، معناش اینه که تورم ما رو به کاهش. ما باید گمان سوء نیت هم در دیگرگون کردن آمار بدیم، مخصوصا اگه تکرار بشه و نمونه های روشنی رو ما بیان بکنیم. این عدد تورمی رو که اینقدر دارن اصرار میکنن و پافشاری میکنن، الان که 15% میگن 25%. بیکاری که 2% حداقل کاهش پیدا کرده بر اساس همون گزارش بانک مرکزی که جناب عالی فرمود. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا روشنه. مسئله بیکاری هم که ایشون گفتن، آقایون اومدن معیار بیکاری رو عوض کردن، گفتن هفته 2 ساعت یعنی شغل، قبلا هفته 2 روز بوده، لذا بیکاری به طور واقعی در کشور ما الان 20%. خود مردم ایران قضاوت کنن. مردم، شما در هر خانوادهتون چند تا آدم بیکار دارید؟ با این درصدی که آقای احمدی نژاد میگه واقعا این تطبیق پیدا میکنه، شما قضاوت بکنه. لذا من به نظرم میاد با اعداد ما نباید واقعیت ها رو کتمان بکنیم، حقایق کتمان. البته من نمیگم خدای نکرده ایشون دروغ میگه، ولی این نوع عدد سازی ها هم که یه نوع راست نمایی هست و اینم درست نیست. به یک مقاصد خاصی این رقم اینجوری صراحتاً در جلوی 10 میلیون ایرانی به این شکل بیان شده و اونها رو به بیراهه میبره. میگه ما با 100 کشور رفتیم که تا به حال به ما گفتن الگوی مدیریتتون رو بدید. اول الگوی ما چیه؟ حالا به شما میگم اینجا 20 تاشو بشمارید. اونایی که بهم گفتن کجا؟ من گفتم 60 کشور. من به 60 کشور رفتم، وزارت خارجه فردا منتشر میکنه. 60 تا رئیس جمهور اومده اینجا. خب 2 تاشو بگو. اجازه بدید. 5 تا اونایی که الگو خواسته. 2 تاشو بگو. اجازه بدید. 5 تا اونایی که الگو خواسته. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردمه به دروغگویی متهم کردن. دیدید که اخیراً 1 میلیارد دلار اشتباه محاسباتی بود. چه جنجالی درست شد روش، چه جنجالی درست شد که اشتباه محاسباتی بود. یعنی واقعا یه جا ریال با دلار جمع زده بودن اشتباهی. من اون شب تلویزیون گفتم اشتباه محاسباتی است. من احترام رو حفظ کردم. بعد گروه گذاشتن و رفت و جلسات متعدد معلوم شد که اشتباه محاسباتی است. معلوم شد که اشتباه محاسباتی است. چگونه میشه که ایشون هم حاله نور دیگران میبینن و هم خودش هم تمام چشمای اونا رو میبینه که اونا هیچ تکون نمیخورن؟ چون برمیگشت به مسائل مذهبی من خیلی ناراحت شدم و خیلی متأثر شدم. موجه نزدن. اینجا دیگه هم موجه نزدن قلوب نمیکنن، اما انطلاق نیست، چون نگاه میکردن همینطوری. خب ساختگی بودنش کاملا معلومه. آقای کروبی در ابتدای جلسه زدن، خواستن بگن خرافه است و خیالات است و بنده دانشگاهی هم آقای کروبی 14% درآمد دولت هزینه جنگ بوده. بعضیا نپوشونن همه کارها رو با جنگ. 14% کل هزینه های دولت جنگ بوده. سرمایه‌گذاری عمرانی تقریبا 0، سرمایه‌گذاری صنعتی تقریبا 0. بعضیا نپوشونن همه کارها رو با جنگ.
این دینی نیست که فریب با یک اصل رو اجازه بده. اگر این شرط را راست گفتیم مردم هم میپذیرند. هیچ نگرانی نیست. اگر هم مشکلی هست واقع در خود ماست.